خب سلام علیکم و رحمت الله. راستی ما موقع در پخش مستقیم هستیم. نمیدونم موضوع که یوتیوب ساز سر حساب نمیرم. میخواستم که فکر نظر امروزه ما در باره دیروزه که یک روزنامه‌نگار تاجیک، روزنامه‌نگاری که در شبکه آسیا پلیوس کار میکرد با نام عبدالله غربتی بود و تقریبا 26 یا 27 ماه اپریل بود از جانب رژیم رحمانوف که از فابریکه جواب چی اومده بود، یک ویدیو نشر کرده بودن و او ویدیو هم مزید خیلی بنده هم بود و کیرا میگه اونجا هم ژورنالیست تاجیک هم بسیار تنقید و چی میکن. فکر من میخواستم که نسبت همون جوان بگم که مثلا او یک ژورنالیست رسمی بود که برادرها صدام خوبه صحبت میدم بدم. و علیک سلام و رحمت الله. راستی گپ ما یکم باره در پخش زنده هستیم. یاد بار کردیم و ساز سر حسابشان نرفتیم. خلاص انشاءالله که همه کسا خوب باشه و خیر باشه. ما صحبت میخواستم که آیدی همون روزنامه‌نگاره که دیروز لطوکوبش کردن از جانب فیکا یا که همون شغالای کمیته یتیموف. او جوان او جوان خلاص چیکار کرد؟ در همون شبکه بگیم که آسیا پلیوس کار میکرد و او بسیار انترویو میداده. خیلی فعال بود. اون نفرم خط خبری تاجیکستان میدون و یک چند روز پیش هم نسبت اون نفرم نسبت ما هم از جانب فابریکه جواب یا که فرمای جواب چیکار کرده بودن، یک نواری که نسبت ما کرده بودن تقریبا 25 یا 26 ماه اپریل بود خطا نکنم و اون نوارم در شبکه‌های فیسبوک و یوتیوب چرخ میزد که اینها دروغ میگویند. خلاص همین گپایی که میگفتن نسبت ما که گویا که اینها اقوا میاندازند در تاجیکستان بیماری کرونا ویروس وجود ندارد و خلاص بعد یک چند روز چیکار کردن؟ اینها مجبور شدن که بیماری کرونا ویروس اعلام کنند و بسیاری نفرهایی که فیکایی که میبینیم در شبکه‌های بسیارتر ما در شبکه فیسبوک فعال که هستیم در اونجا چیکار میکنن؟ اونها میگن که شما زور باشه بیایی از پیش به ضد رحمانوف یا که در پیش رحمانوف گپ زنید و ببینه که یک روزنامه‌نگار که رسمی در یک شبکه یا که در یک رادیو یا که در یک تلویزیون یا که در یک سامانه کار میکنه و اون نفر حقیقت هم میگه، از درد ملت مردم چیکار میکنه؟ خبر میکنه مردم و از جانب حکومت رحمانوف که باشد اونها چیکار میکنن؟ مورد سرزنش یا که لطکوب یا که تهدیدها انجام میابند و خیلی بنده هم حتی نفرهایی هستن که در مسنجر فیسبوک بسیار دشنام و تحقیر میکنن و حتی جرأت نمیکنن که مثلا با چهره‌های خودشون صحبت کنن و همین را گفتنی بدم که این رژیم امروزه رحمانوف امروز اثبات کرد که در تاجیکستان عزیز ما آزادی سخن وجود ندارد. وقتی که دلیر شریپوف اینها زندانی کردن از همون روزی که دلیر شریپوف چی کردن؟ زندانی کردن علاقه آزادی سخن جنازش در تاجیکستان عزیز ما خوانده شد، چون که دیگه آزادی سخن یگان نفر گفته نمیتونه و نفرهایی که میگویند که در تاجیکستان آزادی سخن است هر یک نفر میتواند فکر نظرش بگه. مثال فکر نظرش فرقی نداره اوید اقتصاد است یا که اوید کمبودی های کشور است یا که چه چیزی باشه فکر نظرش بگه
اون نفر چی خائن وطن فروش و هوکزا چیکار میکنن؟ مهر یا که پچت زده می شود یا که از جانب کمیته امنیت یا که وزارت دیگرش چیکار میکنن؟ مورد فشارهای یا لطوکوب قرار میگیرند. و امروز هم حکومت رحمانوف هم اثبات کرد که حکومت رحمانوف یک حکومت دیکتاتوری است، یک حکومت خودکامه، یک حکومت اولوی است و نمیخواهد که مردم درد خودش به جامعه جهانی برسانند. و همین رو گفتنی بدم در پخش زنده ما اصلا بگم که چی نبودیم راستی گپ در این شبکه یوتیوب یعنی بگم که تجربه بود. خدا نصیب کنه از اینجا چیکار میکنیم با خوبتر چیکار میکنیم ادامه دادن میگیریم فعالیت ما در شبکه فیسبوک و پخش مستقیم ادامه میدیم. چون که خیلی ما یگون یگون چی نداریم که از روی شپرگل که مثل حکومت رحمانوف چیکار کنیم بخونیم و بدون شپرگل که با مردم صحبت میکنیم و درد غم مردم به دیگران میرسیم. باقی در امان خدا باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.